آیفون یک اپدیت جدید خود به نام iOS 26 اعلان کرده که یک دفعه جمع کردن از 19 عند 26 خیز کردن دیگه به نام لیکوید گلاس. این تغییراتش هم آیکونش هست که آیکونش که سابق بود کل چیز میکرد مگم آل مثل یک گلاس واره هست که میتونی بک‌گراند هم سای کنی و یک خوبی دیگه ایش ای هست که تو ریاکت میکنه که مثل 3D واره ریاکت میکنه که مثلا هر طرف که سعی کنی و که امی والپیپر شور میخوره. یک اپدیت دیگه ایش در لاک اسکرین است که امی تایم کاسته که تایم که می خود از امی لاک اسکرین تغییر میخوره، مثلا تو در بک‌گراند قسمی که میبینید به اون شکل تغییر میخوره. پاک اپل کارپلی آمده که گون چیزای نو در اپل کارپلی اد کردن که در اسکرینش گون چیزای نو دیده میتونین، مثل که براتون که زنگ میان هم کمی مپ استفاده میکنین، مپ هم یگون چیزایش تغییر کرده قسمی که در این ویدیو میبینین. دیگه با موتورایی که مثلا یک ذره ادوانس اپل کارپلی دارن میتونید که مثلا گیج موتورتون، کلاستر موتورتون به هر شکلی خواسته باشین کاستوم کنین. و یک چیزی که مهم در می اپل کارپلی که در موتور هست برای شما ویجت کار دادن که در ویجت کار میتونین که مثلا انتخاب کنین که چی رو در صفحه‌تون میمونین، چی براتون مهم است که ببینین در وقت در. و اپدیت دیگه ایه که زمانی که برات زنگ میزنه نفر که زیاد از اسکم ها که براتون زنگ میزنه ایره خود تلفن بر جواب میده و در هولد میمونه شکل که جواب دادی یا نه. بعضی فیچرهای iOS 26 دیگه دربارش چی نظر داره در کامنت بر من نوشته کنین.